سلام تماشابینان گرامی، فرارسی ماه شریف رمضان مبارک. خلاصه خبرهای مهم 2 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عکس و ویدیو از جای حادثه، صدمه یکباره 8 ماشین در مرکز دوشنبه. ویدیوی بیانات یکی از یاران نزدیک باقر. متهم اساسی در کشتار 4 عضو یک عائله در جیهون از بیاناتش دست کشید. مادر 6 فرزند را در دوشنبه برای بدگفتاری جریمه بستند. درگذشت ژورنالیست اندری بابیتسکی، فرزند ستاره سینمای تاجیک مرات اوریپوف. در دنقره یک جوان یک مرد 39 ساله را 3 ضربه کار زده است. و اکنون تفصیلات خبرها. ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه خبر داد که روز 2 اپریل سال 2022 تقریبا ساعت 13:35 راننده اتوبوس مسافرکشانی شرکت اتوبوس یک خط سیر رقم 33 رقم‌های قید دولتیش 5787 شهروند نظروف نظر نورالیویچ سال تولدش 1986 استقامت کننده نویه ورزوب هنگام حرکت در کوچه رودکی در روبروی دانشگاه طبی تاجیکستان با سبب‌های نامعلوم از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین‌های در کنار راه ایستاده برخورد است. در نتیجه این صدمه 7 ماشین سبکرو اساساً ماشین‌های تاکسی و خود اتوبوس ضررهای گوناگون تکنیکی دیدند. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت خوشبختانه در نتیجه این صدمه ناخوش نقلیاتی یگان نفر آسیب و یا جراحت جسمانی نبرداشته است. در خبر گفته می شود که سنجش حادثه مذکور زیر نظارت به واسطه رهبریت مقامات کارهای داخلی شهر دوشنبه قرار داشته سبب و عامل‌های آن معاین کرده می شوند. در ویدیوی کوتاهی که یک نسخه‌اش را شاهدان به اداره پایگاه خبری بامداد نیز فرستادن دیده می شود که ازدحام بزرگ در جای حادثه جمع شده ماشین‌های آسیب دیده را تماشا دارند. این بار اول نیست که اتوبوس‌های مسافرکشی شرکت اتوبوس یک سبب صدمه می شوند. از جمله 8 ژانویه سال 2022 تخمین ساعت‌های 12:35 راننده اتوبوس تمغه اکیا علامت قید دولتیش 9973 که به شرکت اتوبوس یک تعلق دارد میردونوف شورت اساتولویویچ سال تولدش 1991 استقامت کننده نویه ورزوب که در خط سیر رقم 18 شهر دوشنبه به مسافرکشانی مشغول بود در وقت وارد شدن به سیراهای بازار کاروان با سبب استعمال برزیات داروواری برالگین از تاثیر این داروواری اساس رفته از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل راه برآمد و با 4 ماشین برخورد و همچنین شبنم اسنووا نامساکن 26 ساله پایتخت را پخش کرد. متاسفانه شبنم اسنووا در این حادثه به هلاکت رسید. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان ثبت ویدیویی بیانات منوچهر شیروف ساکن 36 ساله محله برخوروغ شهر خوروغ و یکی از یاران نزدیک محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان را نشر کرد. منوچهر شیروف که در مرکز طبی اوغوخان باعث پاسبان کار میکرد بعد چند مرتبه رد کردن طلب اختیاراً به مقامات حاضر شدنش صبح 31 مارس در جای کارش دستگیر کرده شد. شیروف در این ویدیو اتهامات به ضدش اعلان شده را اعتراف میکند و به زبان صرف ادبی و جوجو کلمه ها را هجا کشیده میگوید. من شیروف منوچهر سانه 4 نوامبر 2020 در یک جوکی با محمد باقروف و شعبانوف جمشید در حالت مستی قرار داشتیم. با автомاشین شخصی محمد باقر در حدود شهر خوروغ با کار و فعالیت کارمندان ملیسا به یگان اساس فعالیت کردیم. در این وقت من از автомاشین تبرو برآورده 2 مرتبه با автомاشین خدمتی کارمندان ملیسا 3 و 1 مرتبه با تبر خود کارمند ملیسا رو زدم. برای این کردارم از جانب مقامات 4 مرتبه به من دعوتنامه فرستاندند و من از گرفتن و حاضر شدن به مقامات سرکشی کردم. از کردار کردگیم سخت پشیمانم. معلوم نیست که این بیانات او در چه شرایط ثبت شده است، ولی ریاست وزارت کارهای داخلی بدخشان در گزارشش گفت که همه حرکت‌های تفتیشاتی نسبت به شیروف منوچهر در حضور خویشاوندانش انجام گرفته او در حضور خویشاوندانش به کارهای کردش اقرار شد. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 31 مارس خبر داد که منوچهر شیروف یک ساکن محله برخوروغ شهر خوروغ را
برای افباشی‌هایش دستگیر کردند. منوچهر شریف از جمله 6 تن از یاران نزدیک باقر از محله بارخورق بود که مقامات 2 ماه پیش از این لیدر غیر رسمی منطقه سپردن آنها را طلب کرده بودند. باقر اون وقت این را رد کرده و گفت نمیخواهم که به جای من دیگران را زندانی کنند. به ضد خود باقر نیز مقامات بر اساس چند بند قانون از جمله تحقیر و لطوکوب نماینده دولت پرونده گشودند. او به آن عیبدار می شود که شام 29 ینور رئیس اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان لطفالله نوروزوف را لطوکوب و از محله بارخورق که نوروزوف در همان جا در قبات 4 بنای معارف زندگی داشت پیش کرده است. خود باقر این اتهام را رد می کند و می گوید با مؤلف فقط یک صحبت پدرانه انجام داده بود. بنا به گزارش خبرنگار آزیا پلیوس، سیدرحمان نظریف قیامالدین نصرالدینوف یکی از 2 متهم اساسی در کشتار پرسر و صدای 4 عضو عائله محمدوف از نویه جیهون در مرافعه دادگاهی از بیانات در دوره تفتیشات پیشکی داده‌اش دست کشیده گفته است او را تحت شکنجه مجبور به اعتراف گناه کردند و او خود را گناهکار نمی‌شمارد. اهل‌دین محمدوف 39 ساله و 3 فرزند 8 13 و 14 سالش شب 12 ایون سال 2021 به طور وحشیانه با تبر کشته شدند. قیامالدین نصرالدینوف، همسر او عدالت شرمتوفا و محمد غیور حبیب اللهیف بر اساس ماده 104 قسم 4 به کشتار 4 نفر با بیرحمی مخصوص، ماده 32 قسم 3، ماده 104 قسم 2 قصد کشتار 2 نفر و ماده 255 قسم 2 قصداً سوزاندن مال و ملک غیر عیبدار می شوند. نصرالدین و حبیب اللهیف را بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان با دزدی هم عیبدار می کنند. ولی قیامالدین نصرالدینوف در مرافعه گفته است بله من خودم را در دزدی گناهکار می شمارم ولی ماده های دیگر را به گردن نمیگیرم. من محمدوف ها را نکشتم. تمام بیاناتی که من در دوره تفتیشات پیشکی دادم تحت فشار کارمندان میلیس و مفتشان بود. نصرالدین گفت او را توسط شکنجه و تهدید مجبور کردند که این گناه ها را به گردن گیرد. من و اهل‌دین محمدوف خویش و تبار بودیم و من هیچگاه همسرم را به او رشک نمیکردم. از کشته شدن او من صبح وقتی خبر یافتم که برای آوردن زن و کودکانم به خانه خوشدامنم میرفتم. شب حادثه من در خانه خوشدامنم بودم و من و پسرم ساعت 22 به خانه برگشتیم. تخمینا ساعت 23 من از خانه برآمدم تا با همسر محمد غیور صحبت کنم. وی در ششلی خانه سر راه کار میکرد. به من گفتند که همسر محمد غیور او را به همسر من رشک میکند. میخواستم در این باره گپ زنم ولی وی را نیافتم و به خانه برگشتم. صبح روز دیگر به خانه خوشدامنم میرفتیم که از کشتار اهل‌دین خبر شدم. در پیش خانهش آدمان زیاد بود. من میخواستم گذشته روم که 2 کارمند میلیشیا مرا منع کردند و به جماعت بردند. در آنجا مرا پرسیدند که شب کجا بودم و به چه کار مشغول بودم. محمد غیور را هم بدتر آورده بازپرسی کردند و سپس مرا جواب دادند. 1 روز بعد ما را حبس کردند و در شعبه میلیشیا مرا زدند و مجبور کردند که این جنایت را به کله بگیرم. اول نگفتم ولی به شکنجه های پیوسته تاب نآوردم و هرچی که آنها میخواستند به کله گرفتم. با همین دادگاه تا 4 اپریل سال 2022 تنفس اعلان کرد. مرافعه پرونده پرسر و صدای قتل 4 عضو عائله محمدوف در دادگاه ولایت قتلان تحت ریاست خسرو خالزاده 9 مارس آغاز یافت. خالقزاده قبلا گفت که جلسه روز 16 مارس را آنها در نویه جیهون دایر کردند چون که جبر دیده ها به سبب وضع سلامتیشان برای اشتراک در مرافعه به شهر باختر آمدن نمیتوانستند. پسر زنده مانده این خانواده حالا با دشواری گپ میزند و بیانات او را تنها با کمک روانشناس توانستند بگیرند. بنا به اطلاع آزیا پلیوس، لطافت عزیزوفا همسر محمدوف در جریان مرافعه نیز بیانات داده است که آن شب وقتی بیدار شد عدالت شرمتوفا ملقب به ستم را دید که نور چراغ فناریک را بر روی شوهرش اهل‌دین روانه کرده بود و در همین هنگام یکی از متهمان معتبر اهل‌دین را زد. وزارت کارهای داخله قبلا در یک گزارشش گفت که این فاجعه از آن روی داد که حبیب اللهیف به نصرالدینوف گفته است که همسرش با محمدوف روابط پنهانی عاشقانه دارد. ولی عدالت شرمتوفا همسر قیامالدین نصرالدینوف که حالا به دست داشتن در این کشتار عیبدار می شود قبلا گفته بود که کارمندان میلیس وی را مجبور کرده ایستادند تا به ضد شوهرش بیانات دهد. تاکید کردن به گردنگیر که همراه شوهرت رفته پشت در نشستی و دیدی که او همین جنایت را کرده است. دشنام میکنند، عذاب میدهند که به کله گیر در اصل چیزی را ندیدم. شب حادثه در خانه مادرم بودم. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید.
برنامه رو ادامه میدهیم. ژورنالیست شناخته روس اندری بابیتسکی شب 1 اپریل در منزلش در شهر دونتسک وفات کرده است. او 57 سال داشت. درباره علت مرگ اندری بابیتسکی چیزی گفته نشده است. اندری بابیتسکی فرزند هنرپیشه شهرتیار سینمای تاجیک مرات اوریپوف و سناریونویس زویا بابیتسکی بود. او 26 سپتامبر سال 1964 در شهر مسکو به دنیا آمده است، ولی در دوره کودکیش چندین سال در دوشنبه زندگی کرده در همین جا به مکتب رفته است. بابیتسکی بعدا رشته فیلولوژی دانشگاه مسکو را ختم کرد. او از سال 1989 تا 2014 در طول 25 سال در رادیو سوابودا کار کرد و با گزارش‌های پرجسارت خود از مناطق جنگ زده از جمله از افغانستان و به خصوص چچنستان نام برآورده بود. مارینا اریپووا خواهر اندری بابیتسکی در مرگ برادرش در فیسبوک نوشت: الوداع برادر جسورم، تو برای من همیشه ژورنالیست بهترین خواهی بود. پاک وجدان، عادل، گذشت ناپذیر، پر استعداد و حرفه‌ای، با حرف بزرگ. خیلی خوب، باید از تو چیزهای زیادی را بیاموزند. چی حیف که اینقدر بر وقت رفتی. خداوند رحمتت کند. اندری بابیتسکی بخصوص در دوره جنگ دوم چچنستان نام برآورد. ماه ینور سال 2000 هنگام خروج از شهر گرازنی او را نیروهای روسیه با اتهام ارتباط داشتن با فرماندهان جدای طلبان چچن دستگیر کردند. گفته میشد که از وی رخصتنامه با مهر و امضای فرماندهان چچن پیدا کردند که به بابیتسکی اجازت حرکت آزاد در مناطق تحت نظارت جدای طلبان را میداد. ماه فوریه سال 2000 بابیتسکی را در عوض 3 سرباز اسیر روس در یک معامله مشکوک به جدای طلبان دادند. بعد چند هفته اندری بابیتسکی در شهر مخچکالا با شناسنامه قلبکی باز به دست افتاد و این بار دادگاه او را جریمه بست. بعد سر و صدایی که قضیه او در جهان به پا کرد، اندری بابیتسکی را به دفتر مرکزی رادیو سوابودا در پراگ به کار دعوت کردند. باز یک بار دیگر او را ماه سپتامبر سال 2004 در فرودگاه ونوکووی شهر مسکو با اتهام افباشی دستگیر کردند. در گزارش‌ها گفته میشد که بابیتسکی برای انعکاس قضیه گروگانگیری صدها نفر در مکتب رقم 1 به شهر بیسلان اسیت شمالی روانه بود و مقامات روسیه با بهانه افباشی مانع سفر او به جای این حادثه شدند. ماه ایول سال 2005 اندری بابیتسکی از سفر چچنستان با مصاحبه اختصاصی با فرمانده جدای طلبان چچن شامل به سیف برگشت. این مصاحبه در شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC نشر شد و چنان سر و صدا به پا کرد که وزارت خارجه روسیه گفت اکریدیتاسیون خبرنگار این شبکه آمریکایی را دیگر تمدید نمی کند. با وجود کار در رادیوی آمریکا، اندری بابیتسکی سال 2014 در اشغال کریم از سوی روسیه از موقع مسکو جانبداری کرد و او را از رادیو سوابودا جواب دادند. بعد برکناریش بابیتسکی به شهر دونتسک به منطقه تحت نظارت جدای طلبان تحت حمایه روسیه کوچید و در شبکه تلویزیونی اپلود تv به کار درآمد. سالهای آخر او با سامانه‌های اوکراین رو، وزگلیت و پایگاه خبری لایف همکاری میکرد. نصیب جان امانی، ژورنالیست شناخته تاجیک مقیم قزاقستان خبر داد که شاعر و دانشمند معروف تاجیک نیز مقیم قزاقستان سفر عبدالله اینک چند ماه باز از بیماری رنج میکشد و به کمک و دستگیری نیاز دارد. بیش از نیم سال است که دانشمند مشهور و شاعر توانای ما استاد سفر عبدالله بیمارند. در این مدت ایشان نخست چند بار در بیمارستان شهر الماتای جمهوری قزاقستان بستری شد و پس آن در بیمارستان شهر نورسلطان عملیات دشوار قلب را پشت سر کردند و خوشبختانه این عملیات خوب گذشت. پس از بازگشت به الماتا برای تقویت جسمانی باز در بیمارستان این شهر تبابت گرفتند. با این همه استاد رنجورند و تنشان پس از این عملیات و درمانها حالا ضعیف است و ایشان نیاز به تبابت‌های دیگر دارند و باز برای درمان در بیمارستان شهر الماتا بستری شدند. سفر عبدالله در زندگی خود نه فقط با تحقیقات پرارزشش در ساحه ادبیات و شعرهای بلند خود بلکه همچنین با دست سخا و حاتمیش ورد زبانها شده است. در سالهای مشکل جنگ شهروندی در سالهای 90 سفر عبدالله با آنکه خود به ملک غربت رو آورده بود با دهها تن از دانشمندان و شاعران و ادیبان تاجیک کمک میفرستاد. بنا به نقل دوستانش در آن سالها ادیب شهرتیار قزاق اولژاس سلیمانوف به سفر عبدالله $10,000 کمک کرده است تا برای خودش در الماتا خانه بخرد، ولی سفر عبدالله این همه پول را برای کمک به قلمکشان تاجیک صرف کرد و اما امروز متاسفانه بیماری استاد سفر عبدالله را از پای در آورده است و خود او محتاج به کمک و دستگیری شدند. شما می توانید یاری مالیوی خود را از طریق این حساب‌های بانکی
با استاد سفر عبدالله برسانید. حسابها به نام نصیب جان امانبایف، شماره تلفن 777 37 05 711. سفر عبدالله 3 ینور سال 1955 در دهه ارتوچ نویه پنجکند به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه زادگاهش سالهای 1973 1978 در فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین تحصیل کرده است. فعالیت علمیش را از سال 1978 در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی علمی تاجیکستان شروع نموده. سال 1979 در پژوهشگاه ادبیات به نام گورکی مسکو به کارآموزی پرداخته. اسپرانتورا را سالهای 1981 1984 در همین پژوهشگاه سپری نموده است و در موضوع سنت‌های اپیکی در شعر معاصر تاجیک رساله نامزدی دفاع کرده است. سالهای 1981 1991 معلم اینستیتوت ادبیات جهانی به نام گورکی و خادم کلان علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی و بعداً پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علمی تاجیکستان بوده است. از سبب جنگ‌های داخلی در تاجیکستان به قزاقستان هجرت نموده. از سال 1993 خادم کلان، بعداً خادم پیشبر علمی پژوهشگاه خاورشناسی اکادمی علم‌های جمهوری قزاقستان و همزمان پروفسور کورس زبان‌های شرق دانشگاه روابط بین المللی و زبان‌های جهان قزاقستان به نام ابلیخان می باشد. سال 2007 در الماتا فصلنامه علمی ایراننامه را تأسیس داده. سردبیری آن را نیز بر عهده دارد. مجله مذکور که به زبان روسی چاپ می شود، مقاله، رساله و گزارش‌های علمی ایرانشناسی کشورهای مختلف عالم و محققان تاجیکستان و ایران و افغانستان را در موضوعهای گوناگون تاریخ، تمدن، فرهنگ، زبان و ادبیات و آیین مذهب اقوام ایرانی و روابط تاریخی و فرهنگی کشورهای ایرانی با ممالک و افقام همسایه به تب می‌رساند. راجع به این موضوعات بیش از 300 مقاله و گزارش‌های علمی نوشته است که در تاجیکستان، ایران، افغانستان، قزاقستان، روسیه به تب رسیدند. از سال 1989 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 18 ساله ساکن نویه دنغره با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. نامبرده 31 مارس سال 2022 تقریباً ساعت 17:30 با مرد 39 ساله ساکن نویه مذکور جنگ و جنجال کرده با کارت 3 مرتبه به عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 1 اپریل سال 2022 تقریباً ساعت 11:30 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جزدان 16,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 16 ساله ساکن شهر ذکر گردیده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که در پایتخت تاجیکستان اخیراً یک زن را برای بدگفتاری در نقلیات جمعیتی دستگیر کرد و جریمه بست. به گفته مقامات تنها این که او در تربیتش کودک شیرمک داشت، ستاره گزیوه را از حکم حبس نجات داد. میلیسیای دوشنبه در گزارشش میگوید زن مادر را پیش از همه برای عفت و پاکدامنی و اخلاق حمیده انسانی همگان احترام نموده نسبتش ارجگذاری مینمایند، اما واقعا باعث تأسف بزرگ و ننگ است که بعضا عملهای ناپسندیده و خورکننده نام زن از جانب بعضی زنان صادر میگردد. از جمله صحنه 29 مارس سال 2022 در شبکه‌های اینترنتی نوار نشر گردید که در آن دشنام و الفاظ نهایت قبیح یک نفر زن در داخل نقلیات جمعیتی انعکاس یافته است. بسیاری ها رفتار این زن را شدیداً محکوم نموده از ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خواستند تا نسبت به او در دایره قانون چاراندیشی کرده شود. مرکز مطبوعات میلیسیای دوشنبه میگوید در نتیجه براه ماندن یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی معین کرده شد که این نفر شهروند گزی و ستاره
سال تولدش 1987 زاده و ساکن شهر ایسار کوچه ساختمانچیان صاحب 6 فرزند می باشد که قبلا برای صادر نمودن جنایت دزدی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است. ضمن سنجش پرسش شاهدان و دستگیر شده معین گردید که حادثه مذکور سانه 28 مارس سال جاری تقریبا ساعت 15:00 دقیقه در داخل автомاشین مسافرکشانی جمعیتی شهر دوشنبه صادر گردیده است. نامبرده پورا به گناه صادر نموده خود اقرار گردیده عذرخواهی نمود. گفته می شود در اطلاعیه میلیتیا با نظر داشت اولت‌های مذکور از جانب کارمندان میلیتیای پایتخت نسبت به قضیه و ستاره طبق طلبات ماده 460 مایداو باشی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه شرطاً برای به تربیت خود داشتن کودک نابالغ 6 ماهه جریمه ماموری تطبیق کرده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.